سر یک نقطه که جزء عقیده است، ولا و برا. وقتی مؤمن شدی با کافر مکمل دشمنی را اعلان بکو، دوستی را با مسلمان اعلان بکو، معنای ولا و برا را بدان. به الله قسم اگر 100 حج بکنی، 1000 قربانی بکنی، هر روز نماز بخوانی، که وقتی محبت با یهود و نصارا داشتی، اگر محبت با یهود و نصارا داشتی، به الله قسم اگر جنت بروی ببین. اینا بدانی جز ایمانیت است. امروز کجاست؟ این ملت کجا سرگردان است؟ سردمدارای ممالک اسلامی دنبال روی کفار است. با اتحاد کفار یک جا میشه. به مای بزرگ سر افراد مظلوم و بیچاره، اطفال و زنا ریختانده میشه. ببینی شما به چشم سر نمیبینی، خب مشاهده نمیکنه. بازم خود حق میده که انتقاد سری مسلمان بکنه، بازم خود حق بری خود میده که اسباب بدگویی بکنه.